این شعر جا داره که اگر هزاران و میلیون ها روپیه هم به شاعرش هدیه بدیم کمه، چون این ابتدا و انتها رو تو این شعرش جا داره. خیلی زیبا میگه هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت. هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، خدایا هر تمنا رو از این دلم بیرون کرد. قبلا با این دل من 100 دله بود، با 1000 تمنا، با 1000 نیت تو رو بندگی میکردم. یا خدا منو به این حال برسونه، خدا رو منو به این حظ برسونه، خدا منو به این مقام برسونه، خدا منو به این مرتبه برسونه، خدا منو شیخ کنه، خدا منو مقتدای قوم کنه، خدا منو مصلح امت کنه. حتی همین این نیتایی که خودم بر خودم درست میکردم، یا اینکه تو رو بندگی میکردم برای پستش، برای مقامش، برای شهرتش، برای حل نفسانیش. اما هر تمنا دل سے رخصت کن، هر تمنا رو از این دل رخصت کن، این دل رو خالی کردم. اب تو آجا اب تو خلوت خوردی، خدای حالا دیگه تو خالی شد. اب تو آجا اب تو خلوت خوردی، حالا دیگه تو بیا، حالا خالی شد، حالا هیچی دیگه تو این دل نیست. مقصود مطلوب محبوب این دل فقط تو شدی و حالا دیگه تو بیا.